بچه‌ها اومدیم با یه ویدیو جدید جذاب دیگه. بچه‌ها این ویدیو قبلی منو دیده باشید، آنباکس دیجی کالا گذاشته بودم و تو اون ویدیو گفتم که سه تا از بسته‌هامون رو 3 اردیبهشت میارن و یه دونه از بسته‌هامون که پوسترامون هستش و 4 اردیبهشت یعنی امروز میارن. پس الان دیگه بسته‌مون آوردن و بدون معطلی بریم سراغ آنباکسش. Let's go. Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parrán. Imagino que esta carne está buena. خب بچه‌ها بسته‌مون هستش و بریم سراغ آنباکسش. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک کامنت دنبال یادتون نره دیگه، دستتون هم درد نکنید. چون من خدایی نفهمیدم این چرا باز نمیشد. اگه من تونستم بازش کنم ای والا حالش کردم براتون حال کنیم. خب محصول اول یه پوستر گیمینگ طرح اساسینز کرید میراژ فکر کنم. نه میراژ نیست، طرح اساسینز کریده. یه طرفش حالت فرشته هستش یا حالت خوبشه، یه طرفش هم حالت شیطانش هستش یا حالت بدش که این هم فکر کنم جنس خوبی داشته باشه. معمولا من از این کار پوستر میکنم جنسش خوبه، اینو دیگه نمیدونم. آره مثل همیشه جنسش خوبه و اینو میتونیم بچسبونیم اینجا. خیلی هم خوشگل میشه دیگه. آره این محصول اول. بریم واسه محصول دوم که یه پوستر گیمینگ هستش همونطور که میبینید. خب همونطور که میبینید این هم جنسش مثل همونه باز میاد اینجا، فقط نسبت به اون یکم کوچیک‌تره چون نمی‌خواستیم همه پوسترها بزرگ باشن کل فضا بگیرن. یه تیکه هایی هم می‌خوایم ریسه بزنیم. خب سراغ پوستر بعدی. ای والله اینم آوردم نمیتونم که. خب پوستر بعدی این هستش، گیمر نوشته اینجا میادش و آره دیگه اینم این سری ویدیو رو جمع جور کنید تموم بشه بریم بالا. ها اینم از این پوستر انیمه ای هستش. این چاپو در بیارم. خب اینم از این پوستر یک پوستر کاری میشه. پوستر انیمه ای هستش. دوباره باز میاد همینجا. آدم خوشگل جمعی میکنم میریم خونه. خب و اینم پوستر های تو یه دونه چاقو استفاده نکنم. این هم پوسترهای هری پاتر هستش که این رون ویزلیه، اینم خودی هری پاتر، اینم که هرمیون گرینجر هستش. بله بچه‌ها مرسی که تا آخرین ویدیو رو با ما همراه بودید و تماشا کردید. لایک کامنت دوباره مثل همیشه لکنت گرفتم تو ویدیوها. دنبال یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. پیس Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parrán. Imagino que esta carne está buena. Porque nadie ha regresado.